استاد با برنامه ما خوش آمدید و لطفاً بگویید که این هدف این سفر شما به دوشنبه چی است؟ هدفی آمدن من ویزای ازبکستان گرفتن است اصلا. اینجا شرط بود که یا من باید از آلماتا میگرفتم یا از بیشکک میگرفتم یا از تاجیکستان. حتما به تاجیکستان سفر کردم که باز ببینم هم دوشنبه، هم پدر و مادرم، هم دوستام، هم فرزندام، هم شما را مثلا. اصلا مقصد سفر من به تاشکند گذاشتن نمایشنامه فرهاد و شیرینی استاد علیشیر نوایی است در تئاتر به نام مقیمی شهری تاشکند. ببینید که فیروز مدتی چند است که مثلا اثرهایی گذاشتم که هم سیاست بود، هم مثلا دیگر پرابلم های سوسیالی بودن، اما دیر باز منتظری اثری عاشقانه بودم. نه عاشقانه از روی رومیو و جولیت مثلا. من میخواستم چیزی شرقی باشد، چیزی باشد که منم اونجا غوطه زنم و منم همراه پرسوناژ های اثر گریه کنم و خندم و کوه کنم و فدایی عشق باشم. بله، و از این جهت خودی من آماده شدم که فرهاد و شیرین روی صحنه گذارم. در رابطه با تئاترهای تاجیکستان که شما رو مخلصانتان اینجا خیلی مشتاق شدند، نمیخواهید در دوشنبه هم نمایشنامه های رو به صحنه گذارید؟ سوال مشکل البته، اما برای جایی بروی باید دعوت داشته باشی. من نمیتونم از روی خودم خانه اون مردم تق تق زنم و خانهشان دارم بیام که سلام من آمده. هر جا که میرم دعوتنامه از زنگ میزنند، خواهش میکنند. اگر وقتم شد تا حال من 14 دعوتنامه دارم، مثلا از 14 مملکتی جهان، که مثلا ماه اپریل بیایید، ماه سپتامبر سال 18 بیایید، ماه فوریه بیایید، فلان ماه بیایید، فلان ماه بیایید، فلان جا، فلان کار. پس چرا ازبکستان رو انتخاب کردید؟ فکر میکنید اونجا راحت تر است؟ نه جانم، من تاشکند یاد کردم. از بس که تاشکند دوست میدارم و اونجا نه یک بار و دو بار اثر گذاشتم. بعد خیلی محیط تاشکند محیط زیبا است. ببینید که تاشکند 2 سال است اینجانیم که دعوت میکند، اما وقت نداشتم که تاشکند روم و این مدت 1 ماهی که حالا دارم من خیلی خواستم تاشکند ببینم، چون که نمیدونم شاید 9 یا 10 سال باز نبودم در تاشکند. سالهای آخر شما چند نمایشنامه را در صحنه‌های تئاترهای قزاقستان و قرغیزستان گذاشتید و لطفاً میگفتید که فضای ایجادکاری در این کشورها چی تفاوت دارد؟ عموما همه تئاترها یک عائله‌اند، یک اولادن، از گوی برادرانن. زندگی کدامش خوبتر و زندگی کدامش پستر یا کدامش پول دارد دیگرش پول ندارد. این یک عائله است اصلا. تئاتر هر جا همون تئاتر است، همون عائله است. هر جا که رفتی مثلا همون درش باز میشد، همون آدمان. اینش مثلا چشم تنگتر است، اینش چشمش کلان است، اینش به گرجی گپ میزند، اونش به ارمنی گپ میزند، اما یک عائله در حقیقت فرزندان حضرت آدمند. ببینید که در مثلا اگر مقایسه کنیم با تاجیکستان، مثلا قزاق ها پولدارترند مثلا و هرچی که دلشان خواست میتونن از خارج خیلی کارگرای بزرگ دعوت کنند. یک تئاتر روسی قزاقستان مثلا به نامیگار که هر سال تا 3-4 مراتب از خارج دعوت میکند، از آن جمله منم. تئاتر اکادمیکی اویزوف که در الماتا است میتواند در یک سال 10 مراتب هم خواهد از خارج. این خیلی پولی کلان است برادر، برای که کارگردان آمد و نمایش میماند و بازگشته میرود، اما او گنج روی صحنه میماند. این چیزا در خارج تاجیکستان درک میکنن،
اما افسوس در تاجیکستان درک نمیکنن. برای چی امروز حذر میکنیم مثلا از لیتوا مثلا یک کارگردان رو دعوت کنیم، از گرجستان دعوت کنیم؟ من نی. آخه صدها کارگردان های خوب هستن که امروز میتونن در یک تکانی بزرگ، یک ریولوسی بزرگ در تئاتر تاجیک کنن. ҳоло дар душанбе сохтмони бинои театри миллӣ анҷом меёбад ва ахиран вазири фарҳанги тоҷикистон ҳатто гуфт ки вале мо барои ин театр мутахассисони зарурӣ дар ихтиёр надорем. назари шумо чӣ аст? аз ин пеш гуфта будам, вақте ки ҳоло театра насохта будам, гуфта будам ки пеш аз он ки шумо плани ин театра месозеду замина аввал мекобед, نمیدونم تا 30-40 دانشجوی باید شما مسکو و سنت پترزبورگ و لندن و فرانسه روان کنید. وقتی که این تئاتر که ساختید اون بچه ها میآیند نزد شما. پیش از همه آدم تئاتر میکند، برای که مثلا نیمیرویچ میگفت که تئاتر یک قالینچه و دو اکتور است. تو میتونی در هر پدوال تئاتر سازی و اون تئاتر میتونه نامداری جهان باشد. همچون گراتوفسکی مثلا. گپ در امارات نیست، گپ در اونایی که در اون تئاتر کار میکنن. پیروز جان، در اون ایدئولوگ ها، در اون استانیسلافسکی هایی که در اون تئاتر کار میکنن. پس چرا شما بر نمیگردید؟ برادر، برگشتن من از من وابسته نیست. برگشتن من از من اصلا وابسته نیست. برای که دعوت نیست. برای که هر جا که نام من پیدا میشود اون حتما قطع میشود. وزارت فرهنگ هم رو میتابد، دیگرش هم رو میتابد. برادر، آنچه که انتظاری من نیست، من چی کار میکنم؟ بهتر نیست که من مثلا از مینسک روم یا که مسکو روم، آمسک روم، نمیدونم دیگر جا روم و اونجا نمایش کنم که انتظاری منم. یا چی شرط وجود دارد که شما میتونید به تاجیکستان برگردید؟ ببینید فیروز، من نمیدونم باید چی باشد. تئاتر، تینجی آیلم، معاشی که مثلا محتاج کسی نباشم و نبودن سنزور از بالای کاری من، آزادی بیانی من. از بس که من آزادی بیان ندارم معنی در تئاتر کار کردن نیست. این شرط اول است. امروز من گملیت میمونم میگن که آها تو مقابل شاه میخوای چیزی گویی. من میخوام امروز کارول شاهلی رمانم میگن آها تو میخوای درباره آیله شاه چیزی گویی. من میخوام ترتیوف همانم میگن که آها تو گفتی که دینداران این خیلن. تو میخوای کلاباک اثری روسیه مانی میگن آها یک بار گریختی نقبیدم، دو بار گریختی نقبیدی، سوم آها چی میخوای که از ما میخوای که ما میفهمید گپ در اون احمقایی هستن که کنترل کالیته میکنن. هر چیز دستتون آمد اینا یک شبهه دارن. اون شبهه باید نیست شود. این مردمی که مثلا اگر گمان میکنیم که دعوت کردن، اینا باید حتما فهمن که این زمین و این علف و این درخت و این آسمان من هم هست. این پاسپورت که در کیسه چپ من هست اون پاسپورت تاجیکی هست. من نمیدونم تیشه به پای خودم زنم. من نمیگم که مثلا اون دو زنی که اونجا با کودک ایستاده است اون دشمنی منن. این چه ابله باید بود. این چقدر باید ابله باید بود که گویی که نه من آمدم فقط به خاطر اون که در تاجیکستان خون باید ریخت. آخه من فرزند دارم، من مادر دارم. من شاید این زمین از اونها بیشتر دوست دارم برادر. استاد خیلی تشکر برای صحبت. موفق و کامیاب باشید. سلامت باشید.